شما جای من باشی؟ نه تخلف نکردم. سواری پژو آردی رو مد نظرت باشه، سبقت از راست، حرکت نکردن بین خطوط رانندگی مخاطره‌آمیز داره. این مارپیچ هم داره رانندگی میکنه. با این رانندگی که من از شما دیدم، شما حتی غیر مجاز نداشتم. سرعت غیر مجاز، این همه سرعت، این همه عجله، آخرش هم اومدی اینجا متوقف شدید که برید مثلا توی مغازه. فاصله طولی هم که رعایت نمیکنه، فاصلهش با ماشین جلویی ببین 2 متر هم نمیشه. کمی عصبی شدم. عصبی شدی؟ یه نفر اذیتم کرد. اول جورجان بود. خب شما فکر نمی‌کنید با این حالت عصبی رانندگی میکنید ممکنه جون خودتون، جون سایر هموطنامون رو در خطر بندازید؟ با همون سرعتش وارد خیابون مجاور میشه. ولی سرعت من تا مجاز. حرکات مارپیچتون چطور؟ سبقت از راست وسیله نقلیه؟ چراغ میدم راه نمیده، منم عجله دارم. باز هم سبقت از سمت راست وسیله نقلیه. شما راننده اتوبوسید، راننده پایه که ما وقتی به این شکل رانندگی میکنه ما دیگه از راننده دیگه چه گله‌ای داشته باشیم؟ منم عجله دارم. من الان 100 ساعت باید سرویس باشم. بعد باید جون مردم در خطر. نه جون مردم من خطر ننداختم. دو تا سبقت گرفتم، میدونم خودم. 3 سبقت از راست داشتی، یه سبقت از راست دور میدون داشتی، من مجبور میشم. حرکات مارپیچ داشتید. مارپیچ نداشتم، فقط به خاطر همین که راه رو باز نمی‌کنه من میرم. خودروی شما منتقل میشه پارکینگ، محبت کنید مدارکتون رو بیارید ما با هم همین دیگه، همین کار همینه. 3 سال پارکینگ بود، الان هم میخواد ببر پارکینگ. با خاطری که آقا گوش نمیکنه، آقا رعایت رانندگی شما مخاطره‌آمیز. من نگاه کن، من پای یکم. بله وقتی من چراغ میدم، بوق میزنم، طرف راه رو باز نمیکنه، منم مجبور میشم. شما جای من باشی؟ نه تخلف نکردم. شما هم 735 تومن هم تخلفات معوقه دارید. ضمن این که الان هم به علت حرکات مارپیچ، سرعت غیر مجاز، عدم رعایت فاصله طولی، سبقت از راست وسیله نقلیه اعمال قانون میشید. درسته کارو کردم، نمیگم نکردم. حالا روی حساب وقتی که 2 نفر برای من راه رو باز نکردن، من حقیقت مجبور شدم بدون هیچ مشکلی موفق باشید. انشالله که همیشه صحیح سالم باشید. چشم انشالله تکرار نشه. زنده باشید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، به ویژه رانندگان قانونمند. خب فیلم ها مشاهده کردید، راننده که مرتکب بسیار تخلف در رانندگی شده است. عزیزان بدونن که هر تخلف بستر یک تصادف هست. ما در استان گلستان 28% از تصادفات به علت عجله و شتاب هست و مهمترین عامل تصادف در استان گلستان بحث تخلف سرعت است. عزیزان توجه داشته باشند که سرعت مادر حوادث در رانندگی است که باعث افزایش در میزان سوخت، باعث افزایش در میزان تلفات جانی و مالی میشه. لذا عزیزان تقاضا داره در هنگام رانندگی با حفظ خونسردی، رعایت سرعت مطمئنه، انشالله سفری مطمئن و ایمن داشته باشند. پلیس راهور گلستان